وقتی داری میری سفر کاندوم با خودت ببر. زمانی که میخوای آتیش روشن کنی یه استارتر بسیار خوبیه برای آتیش. فقط کافیه اینو باز کنی، بذاری روی هیزومت، یه مقدارم هیزوم بریزی روش، یه فندک بزنی، آتیشت به سادگی روشن میشه. میخوای بری تو رودخونه و اشیاء الکترونیکی همراهته که ضد آبم نیستن، فقط کافیه با یه دونه از اینا ضد آبش کنی. چجوری؟ باز میکنی و مثل کاور میکشی روی گوشی. و کافیه که بالاش رو یه گره بزنی. به هیچ عنوان دیگه آب داخل این نفوذ نمیکنه و به راحتی میتونی ببری استیرا. میتونی چند تا تیکه یخ بندازی داخلش و زمانی که آسیب میبینی این رو به عنوان کمپرس آب سرد بذاری اون قسمتی که آسیب دیده. میتونی آب گرم بریزی داخلش و زمانی که گرفتگی اسپاس معضلانی داری به عنوان کیسه آب گرم ازش